سلام كمسك الختام. آیا می خواهی که خداوند مشکلیت را در روز قیامت از تو دور کند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. آیا می خواهی خداوند مشکلیت را در روز قیامت از تو دور کند؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس مشکلی از مسلمان دور کند، الله متعال بر عوضش مشکلی از مشکلات او را در روز قیامت دور خواهد کرد. روایت بخاری. پس برادر و خواهر ایمانیم، هر وقتی که ما در این دنیا مشکلی از مشکلات برادر خود را از او دور میکنیم، بدانیم که خداوند بر عوض این یکی از مشکلات ما را در روز قیامت دور خواهد کرد. پس بیایید با هم فکر کنیم. آیا مشکلات این دنیا وزنین است یا مشکلات آن دنیا؟ البته مشکلات آن دنیا وزنین تر است و به سبب برطرف کردن مشکلات برادر خود در این دنیا، خداوند مشکلات ما را در آن دنیا برطرف می کند. یعنی فایده بسیار را ما می بینیم. پس هر وقتی که ما ببینیم که برادر مشکلی دارد، باید در فکر آن باشیم که مشکلات او مشکلات ماست و چقدر که از برادران مشکلات ها را دور کنیم، خداوند همان قدر در روز قیامت مشکلات ها را از سر ما دور می گرداند. پس برادران و خواهران عزیزم، در پی برطرف کردن مشکلات برادران خود باشیم و این را فراموش نکنیم که خداوند با آوردن چنین مشکلات ها به سر برادران ما را امتحان می کند که ما این مشکلات ها را از سر آنها دور می کنیم یا نه. پس سربلندانه از این امتحان بگذریم، چون مشکلات به سر ما هم آمده نیست. آنچه که ما به برادران میکنیم، آن را از برادران خواهیم دید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.